راست کردن نرد من است تخصصت، خوشبوترین عطر جهان است چوست. از آن لحظه که گشتم زن تو، یک شب نشده شورت بپوشم، سوراخ نکرده ای نمانده، کردی تو شما کر شده گوشم. چطور تو دهنت گذاشتم لال نشدی؟ الان که تو گوشت کردم میگی کر شدم؟ چون که من بچه ای تنهاست محتاج نوازش، امشب بخورش باز ولی نگیری گازش. نه طاووس خواهم نه قناری تا تو چوقوک منی، در این دنیا فقط تو صاحب چوک منی. سرورم، شما هنوز 1 ساعت نیست که در خوابگاه بانویوها بودین، الان اومدین منو بگین؟ درسته، آخه آدم هر روز که آبگوش نمیخوره یه روزم باید عدس پلو بخوری. عدس پلو بخوره بدو. هیچ وقت جای تو در قلب من اشغال نشد، جز کون تو با هیچ کسی گیر من اخفال نشد. قربان، شما به تازگی امشب با بانویوها و بانویامیول گایش کردیم. درسته، هر شب که نمیشه آبگوش داد عدس پلو خورد. تو برای من پنیر بخوره بمیر. در قال تو مو داره یا نه؟ بگو شستیش تمیز گو داره یا نه؟ بله، سوراخم واجبی کشیدم. آدم همیشه نمیتونه آبگوشت و پنیر و عدس پلو بخوره، باید غذاهای ساده و کیری هم بخوره. خب من چه غذایی هستم؟ تو اشکینه کشگو.